بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. اگه برنامه قبلی خودتون رو مشاهده کرده باشید، درباره ام المؤمنین خدیجه صحبت کردیم، درباره که ایشون در خانواده‌ای به دنیا آمد با اصل و نسب، خانواده‌ای که مسئولیت کاخ ریاست جمهوری مکه دارالندوه به عهده‌اش بود، خانواده‌ای که در اون خدیجه 3 برادر داشت و 3 خواهر، یعنی با خودش 4 تا خواهر بودن و 3 برادر. و گفتیم که پدر در سن بین 20 تا 25 یا 20 تا 30 برای دختر خدیجه از دنیا رفت. 2 برادرش حزام و عوام پدر زبیر در جنگ هایی که بین قبایل مختلف در مکه صورت گرفت، جنگ های به اسم جنگ های فجار، کشته شد. و گفتیم که 2 تا ازدواج کرده بود، 2 بار ازدواج کرد و هر 2 بار هر 2 همسرش فوت کرد. بار اولم فوت کرد، بار دوم هم همسرش فوت کرد. بعد از فوت همسر دوم ثروت زیادی بهش رسید. به تجارت مشغول شد. مشغول تجارت بود. خودش نمی رفت تجارت بکنه. کسانی می اومدن با اونها قرارداد می بست. پول از خدیجه تاجر بود و کار از اونها در مقابل 1% رو خدیجه بزرگ بانوی مکه به اونها میداد. یک روزی ابوطالب اومد به محضر خدیجه و ازش میخواد تا اجازه بده که این دفعه در کاروان تجاریش، در تجارت خدیجه، جوانی شرکت بکنه که مردم مکه همه میشناسنش. جوانی میخواد شرکت بکنه در این تجارت که حاصل یک عمر زندگی ابوطالبه. جوانی رو میخواد کاندید بکنه، با اینکه دلش نمیخواد، ابوطالب دوست نداره که این جوان تو این کاروان بیاد با رضایت ابوطالب، اما مجبوره. شرایط سخت زندگی مجبورش کرده ابوطالب رو که این جوانی که در خونه ابوطالب به دنیا اومد و در خونه ابوطالب بزرگ شد، به جز چند سالی در ابتدای زندگیش، این جوان بیاد و بره به تجارت مشغول بشه. اون جوان اسمش محمده صلی الله علیه و سلم. 25 سالش. میخواد شرکت بکنه در کاروان تجارتی بانویی که 40 سالش. در مکه خدیجه از قبل محمد رو میشناخت. اون موقعی که محمد به دنیا آمد خدیجه 15 سالش بود. بگذارید درباره این جوان صحبت بکنم. نه خدیجه میدونه که قرار این شخص چند سال بعد پیامبر بشه و نه خود این جوان میدونه که قراره چه اتفاقی براش بیفته در سالهای آینده. خدیجه در پاکی، متانت، عفت، هوش، ذکاوت، شرافت، نجابت، هر صفتی که شایسته یک بانوی شایسته است در وجودش هست. این جوان هم این طرف کسی که در مکه همه میشناسنش، جوان رنج دیده ایه،
وقتی که به دنیا آمد از پدر یتیم بود، هیچ وقت پدرش رو ندید. برخلاف خدیجه که در خونه‌ای بزرگ شد که خونه پر جنب و جوشی بود، 4 تا خواهر، 3 تا برادر، سایه پدر، سایه مادر، حداقل در سالهای اولیه زندگی تا سالها بود بالا سرش. این جوان از همون اول که به دنیا آمد هرگز دست شفقت پدری رو ندید. این جوان بدون پدر در دامان پرمهر مادرش بزرگ شد. عامل مادرش بچهش رو نگه داشت، بزرگ کرد. چند سال اول که نبود پیش مادرش، فرستاده بودش تا در بنی سعد بهش شیر بدن. در مکه خشکسالی اومده بود، قحطی اومده بود، مادر شیری نداشت به بچهش بده. در یک سفری پدر بزرگ عبدالمطلب عروسش آمنه رو به همراه نوش محمد صلی الله علیه و سلم یک سفری برد یثرب، مدینه امروزی. محمد 6 سالش بود. وقتی که برمیگشتن در بین راه در منطقه به اسم ابوا یک خاطره تلخ سالهای سال محمد صلی الله علیه و سلم رو آزار داد. این جوانی که الان در 25 سالگی قراره بیاد کارگر خدیجه بشه، در کاروان خدیجه کار کنه، 18 سال، بیش از 18 ساله که دامن پرمهر مادرش رو گم کرده. 18 ساله که وقتی این صحنه یادش میاد، اون صحنه‌ای که در ابوا مشاهده کرد، ناراحت میشه. اون لحظه‌ای که در ابوا آخرین نگاه‌های مادرش رو دید. این جوان بیش از 18 ساله که مادرش رو ندیده. بیش از 18 ساله که در فراق مادر اشک میریزه. وقتی دور بریا از خواهر و برادر صحبت میکنن، برای این جوان بی‌معناست، چون هیچ وقت نه خواهری داشت و نه برادری. خیلی درد کشید. خودش تنهاست، نه پدری داره نه مادری، نه خواهری داشت مثل خدیجه، نه برادری. از خونه مادر بیرون شد. وقتی که از یثرب برگشتن بدون مادر، 6 سالش بود، پدر بزرگش عبدالمطلب اون رو از خونه مادری برداشت برد خونه خودش. اون خونه برای محمد 6 ساله سخت بود تحملش. اون خونه‌ای که وقتی تو اون خونه میرفت یاد آغوش گرم مادرش میافتاد، یاد اون نوازش ها و یاد اون محبت های مادری دیگه نبود. این طفل هر وقت بعد از اون جریان از خونه میومد بیرون، میدید عده‌ای پیش مادرشونن، دیدن مادرشون میرن، دلش برای مادرش تنگ میشه. از مادر جز یک قبر چیز دیگه‌ای در زندگیش نداشت. پدر بزرگش خیلی تلاش کرد که در خونه خودش جای خالی مادر رو براش پر کنه، اما اینم زاد دوام نیاورد. اون کسی که نقش پدری داشت براش، عبدالمطلب، اونم 2 سال بعدش از دنیا رفت.
باز مجبور شد خونه رو عوض بکنه. از این خونم رفت بیرون. پدر بزرگ وقتی که داشت از دنیا میرفت، عمو ابو طالب رو سفارش کرد، گفت مواظب این بچه باش. از اون خونم بیرون شد، اومد در یک خونه دیگه. درسته که این جوان در مکه هوش از سر اهل مکه برده بود، با اخلاقش، با کمالاتش، با صفاتش، با جمالش، اما در دل خودش دنیایی از غم داشت. خیلی وقت بود که دنبال یک همدمی میگشت. همدمی نداشت، مونسی نداشت. نه خواهری، نه برادری، نه پدری، نه مادری. پدر بزرگم که رفت به خونه جدیدی، رفت به خونه ابو طالب. خونه‌ای که در اون خونه وضعیت مالیش زیاد جالب نبود. وضعیت مالی جالبی نداشت. خوش‌زاری اومده بود. دوست نداشت که سربار عموش باشه. از همون موقع میخواست از عموی خودش که بهش اجازه بده که کمکش بکنه در خرج خونه. چوپونی میکرد. صبح با گوسفندا میرفت بیرون، شب با گوسفندا برمیگشت. خدا میدونه وقتی که از این کوها، از این دره‌ها و صخره‌ها گذر میکرد به چی فکر میکرد؟ بیاد کی میافتاد؟ بیاد مادرش، بیاد پدر بزرگش، بیاد پدری که هرگز ندید، بیاد خواهر برادری که هرگز نداشت. الله بهتر خبر داره که چه اشک‌ها ریخت. اون دریای احساس وقتی که موجهای غم و اندوهش به ساحل صورت نازنینش میرسید، اشکاش مثل مروارید میریخت. زندگیش همین گونه بود دیگه. بعد به هر حال تحمل میکرد. الله دوست داشت که اینجوری باشه زندگیش. چوبونی میکرد برای عموش تا خرج عموش رو در بیاره. 25 سالش شده بود. خیلی از دخترای مکه دوست داشتن که زنش بشن. مثل خودش نداشت. مثل این در مکه نبود. اصل و نسب داشت، هم از طرف پدر هم از طرف مادر. در جمالش که شاید زنها و دخترهای مکه به زیبایی نبودن، یقینا نبودن. اون ابروهای کشیدهش، اون صورت درخشانش، اون گردن کشیده و زیباش، اون قد رعنا، اون چشمانی که برای خودش هر کدوم یک دنیایی از جمال بود. در کنار این وقتی که صفات دیگه اخلاقیش، رفتاریش، محمد امین بهش میگفتن. به هر کسی به چشمای خودشون شک میکردن، به این جوان شک نمیکردن. همه دوستش داشتن. مورد محبت همه بود، مورد احترام همه بود. مرد بود، با معرفت بود، آقا بود برای خودش، سرداری بود برای خودش، شجاع بود، محکم بود، قوی بود، کوهی از صبر بود برای خودش. لبخند نازنینش همه دور بری‌ها رو دیوانه و شیفته خودش میکرد. جوانی بود که هوش از سر همه برده بود. شمع محفل مکه بود. سر زبونها بود. سر عبدالله
مردم مکه میدونستن باباش کیه. هنوز یادشون نرفته بود که عبدالمطلب وقتی که نذر کرده بود که اگه خدا به من 10 تا پسر بده یکی رو قربانی میکنم، عبدالله که به دنیا آمد 10می بود، رفت قرعه کشی کرد که قربانی بکنه، یا عبدالله رو قربانی بکنه یا با در مقابلش 10 تا شتر. به 100 تا شتر رسید تا عبدالله رو در مقابل 100 تا شتر قربانی کرد. 100 تا شتر رو قربانی کرد تا عبدالله قربانی نشد. همه میدونستن که عبدالمطلب اون جریان ذبح و دوباره یادآوری داستان اسماعیل علیه السلام چه خبر بود. ابوطالب نشونه هایی هم شنیده بود در یک سفری که در شام رفت بود، به همین خاطر دوست نداشت دوباره بفرسته محمد رو به شام، چون بهش گفته بودن که این نشانه هایی در این هست که در آینده این یک کاری میشه. حلیمه هم چیزهایی دیده بود در بنی سعد، آمنه مادرش هم چیزهایی گفته بود، اما خب هیچ کدوم یقین کامل نداشتن که چه اتفاقی بیفته. یک روزی ابوطالب اومد پیش برادرزاده‌اش، پیش پسرش. پیامبر تو خونه ابوطالب به دنیا اومد در ابتدا، بعد رفت بنی سعد، دوباره برگشت خونه پدر بزرگش، دوباره اومد خونه ابوطالب. یک روز اومد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول ای محمد، موقع پیامبر نشده، دوست ندارم بری شام، اما نظرت چیه اگر در این سفر همراه بشی با خدیجه در کاروانش؟ به فلانی وعده داده که انقدر بهش میده، یقینا اگه تو بری بهت بیشتر میده. نظرت چیه تو این کاروان شرکت کنی؟ علیرغم میل باطنی مجبوریم به هر حال و خارج زندگی زیاد. پیامبر فرمود قبول میکنه من برم؟ گفت میخوای باش صحبت کن؟ گفت صحبت کن باش. الان ابوطالب اومده پیش خدیجه تا درباره همچین جوانی ازش بخواد که اجازه بده در کاروانش تجارت کن. خدیجه باور نمیکنه که محمد صلی الله علیه و سلم امروز اومده که در کاروان خدیجه شرکت کنه. 25 سال این جوان تو مکه داره زندگی میکنه. خدیجه هم ذکر محمد رو شنیده، امکان نداره نشنیده باشه از محمد چیزی. مگه زنی هست در مکه از محمد و از جمالش و از کمالش و از صفاتش، از مردانگیش نشنیده باشه؟ قبول کرد. یه غلامی داشت به اسم میسره. خدیجه گفت که مواظب باش، ببین این آدم محمد در سفر چجور آدم میاد. تو سفر میشه خیلی ها رو شناخت، در سفر باید شناخت. خدیجه خانم دنیا دیده ایه، دوباره ازدواج کرده قبلش، دختر تازه به سن رسیده این نیست که با چشم ابروی کسی به راحتی همینجوری خودشو گم بکنه و دل بده و شیفته بشه و گرچه خب به هر حال مقاومت در برابر جمال پیامبر برای هر کسی آسون نبود، اما خدیجه هم تمایلی به ازدواج نداشته. خیلی از سران قریش اومدن پیشش درخواست کردن، قبول نکرد. کاروان حرکت کرد، رفت به سمت شام. کاروان رفت به سمت شام و خدیجه در مدینه، در مکه است. ابوطالب در مکه نگرانه که برادرزاده عزیزش، اون سرمایه‌ای که براش از همه چیز عزیزتره، رفته از روی مجبوری برای شام داره میره، اتفاقی نیفته براش، خدای نکرده چیزی نشه. خدیجه هم الان منتظره تا ببینه که چه میکنه این مرد. کاروان برگشت. مسیر برگشت کاروان از کنار مدینه است، یثرب اون زمانه، و در مسیر برگشت از مدینه دقیقاً میاد از کنار همون صحنه‌ای گذر میکنه که 18 سال پیش گذر کرد، از کنار قبر مادرش، از ابوا گذر میکنه. پیامبر بعد از 19 سال 18 سال تا 19 سال ندیدن مادرش، دوباره بعد از
این همه سن و سال بار دیگه زخمش تازه میشه. کاروانی‌ها همه دارن برمیگردن، همه خوشحالن. میسره از خوشحالی نمیدونه چیکار بکنه که این دفعه کاروان خدیجه بیشتر از هر وقت سود کرده. منتظر من که زودتر برسم و مکه برم پیش خدیجه بشارت بدم. علاوه بر این سودی که کرده، چیزهایی دیده از این جوان که اصلا مدهوش مونده، از اخلاقش، از رفتارش، از نشست و برخاستش، از شخصیتش، چیزهایی که تو مکه برای خیلی همونجوری هویدا نشده بود، هنوز مخفی مونده بود. میسره تا بالا فرصت نکرده بود با محمد زندگی بکنه. الان چندین ماه، شاید دقیقش که 2 ماه تو مسیر بودن، رفتن برگشتن، زندگی کرده باش. اما پیامبر نازنین محمد جوان صلی الله علیه و سلم در کنار قبر مادرش از کنار اون منطقه ابوا گذر میکنه و اشکهای نازنینش دوباره جاری میشه. دور بریاش سعی میکنن تا خوشحالش بکنن، فکرشو مشغول بکنن، اما اون ذات نازنین مگه میتونه مادرشو فراموش بکنه؟ اون ذات نازنینی که هیچ کسی رو در زندگی فراموش نمیکرد، چطور مادرشو فراموش میکنه؟ تو مکه همه منتظرن تا بیاد کاروان، استقبال میکنن، هر کسی اومده کسی رو استقبال بکن. ابو طالب نگرانه که برادرزاده‌اش میاد یا نه. خدیجه منتظر تا ببینه اتفاق چه میفته. کاروان وارد شد، هر کسی رفت به استقبال. میسره بدو رفت به پیش بانوی خودش، غلام ایشون بود، غلام خدیجه بود. گزارش داد اینقدر ما سود کردیم، اینجور آدمی بود، اینطور بود، اونطور بود، یک چیزای من از این آدم دیدم که هیچ کسی ندید. این محمد رو من تازه در سفر شناختم، این آدم رو ما هیچی از این آدم نشناخته بودیم، ما هیچی از این ندیده بودیم. انقدر سود کردیم، انقدر فایده کردیم، انقدر موفق بود، این چیزها رو ازش دیدم، این کارها رو ازش دیدم، این اخلاق ازش دیدم، این شخصیت من ازش دیدم، این چیزها رو دربارش شنیدم. ابو طالب خوشحاله که برادرزادش برگشت و اتفاقی نیفتاد. محمد 25 ساله میره که گزارش کار بده. خدیجه خوشحال منتظر تا محمد برسه گزارش کار. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگیش رفت تا گزارش کار سفر رو بده به خدیجه. گزارش کارش رو داد، برگشت. اما خدیجه همچنان محمد صلی الله علیه و سلم رو دیده و صحبتاش رو شنیده. همه رفتن، کاروان تمام شد، هر کسی رفت، اجر و مزدی رو که داشت پیش صاحبش، رئیسش گرفت رفت، تمام دیگه، کسی رو نمیشناسه. اما این رابطه هنوز تمام نشده. محمد صلی الله علیه و سلم رفت، گزارش کارش داد، تحویل داد، هر چیزی که بهش سپرده شده بود، امانتی رو به نحو احسن انجام داد، برگشت به خانه ابو طالب. اما مثل این که یک چیزی رو با خودش آورده بود، یک چیزی رو مثل این که از خونه خدیجه با خودش برداشته بود. خدیجه بعد از رفتن محمد صلی الله علیه و سلم احساس میکنه که بعد از سالها یک احساس غریبی در وجودش ایجاد شده. احساس میکنه که همه فکر و ذکر و حواس و هوشش مشغول این آدمه. یک لحظه هم از یادش غافل نمیشه. اون جمال تو تصویرش هست. شما فکر کنید خدیجه پیامبر رو در 25 سالگی روبروش داره میبینه. این تصویر، این جمال، این زیبایی همه در ذهنش هست. اون تعریفایی که شنیده بود ذهنش رو مشغول کرده به خودش. داره فکر میکنه. احساس میکنه که وابسته شده به این آدم. احساس میکنه که علاقمند شده به این آدم. احساس میکنه که یک حس غریبی در وجودش ایجاد شده. اما جرئت نمیکنه بگه. زنی که 2 بار ازدواج کرده، 2 بار بیوه شده، 3 تا فرزند داره، عمری ازش گذشته. اگه مادر محمد زنده بود شاید همسن خدیجه بود.
صلی الله علیه وسلم. قوم چی میگه؟ سرداران قریش اومدن به خواستگاری همه رو رد کرده. خود محمد چه خواهد گفت؟ آیا قبول میکنه؟ اونی که زیباترین دختران مکه رو هیچ تمایلی نشون نداده به اونها، با این همه جمالش، با این همه کمالش، با این همه متانت و وقارش، با این همه صفات زیبایی که در وجودش هست، تا به حال یک لبخندم به سمت یکی از دختران مکه نزده، یک تمایلی هم به اونها نشون نداده. دختران دوشیزه‌ای که خیلی هم زیبا هستند، آیا رغبتی خواهد داشت به یک زنی که بیوه است، اون هم 2 بار، 15 سال از اون بزرگتره، در همین حال و هوای خودش غرقه که نفیسه میاد. یک همنشین، یک یار نفیس به اسم نفیسه، یکی از دوستای خدیجه است. یه خانومه حکیم زیرک، میاد میفهمه، میشناسه رفیقش، میبینه که نه، این خدیجه اون خدیجه دیروز نیست، فرق کرده. ذهنش مشغوله، فکرش مشغوله، یک جای دیگه است. پسر عبدالله قلبشون رو برداشت با خودش برد. خدیجه میخواد صحبت بکنه، میخواد حرف دلش رو بزنه. داره پیش خودش فکر میکنه، داره پیش خودش تصور میکنه که ای محمد تو چیکار کردی با من که هیچ قصد ازدواجی نداشتم، تمایلی به ازدواج نداشتم، این همه سران قریش اومدم هیچ تمایلی نشون ندادم به اونها، چیکار کردی با من تو؟ از نفیسه نمیتونه پنهونش کنه، با نفیسه درد دل میکنه. نفیسه میگه که تمام دغدغه‌هاش هم میگه بهش، امکان داره که محمد خواسته منو قبول کنه. خدیجه نمیخواد محمد کارگرش باشه، میشناستش. خدیجه میخواد که محمد آقاش باشه، سرورش باشه، سردارش باشه، مالک زندگیش و مالش باشه، نه که کارگرش. خدیجه هنوز نمیدونه که این قرار پیامبر بشه. اینو خوب دقت کنید. خدیجه نمیدونه که این میخواد پیامبر بشه. خدیجه تمام صفات کمال یک انسان رو در این یک مرد رو در وجود ایشون میبینه. خدیجه این یکی از ویژگی‌های خاص ام المؤمنین خدیجه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو قبل از نبوت قبول کرد به عنوان یک مرد کامل، به عنوان یک انسان نمونه. این نشان از فراست، درک، اندیشه والای ام المؤمنین خدیجه است. نفیسه بهش گفت که قصه نخور، دلداری میده دیگه، حالا هم دمش رو دلداری میده. آیا کسی از تو به هر حال در مکه زنی هست که به تو برسه؟ نجابت داری، اصل و نسب داری، کمالات داری، مال داری، جمال داری، چرا قبول نکنه؟ میگذاری من برم باش حرف بزنم. گفت برو. نفیسه حرکت کرده، داره میاد به سمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسیرش رو عوض میکنه، میره به سمت خانه محمد صلی الله علیه و سلم. خدیجه هم دل در دلش نیست که محمد چی میخواد جواب بده. نفیسه میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، میشینه. محمد بله، تا کی میخوای اینجوری بمونی؟ نمیخوای ازدواج کنی؟ نمیخوای همدمی داشته باشی؟ نمیخوای مونسی داشته باشی؟ نمیخوای کسی باشه باهات که شریک زندگیت بشه؟ نمک رو زخم میپاشید، نمک رو زخم پاشید. 25 سال پیامبر تنهاست. محمد نازنین فرزندان آدم 25 ساله که زندگیش همینه. یه لبخندی زد، جان من فدایم، قربان اون لبخندهای زیباش. گفت
من مالی ندارم، چیزی ندارم که کسی بخواد آن ازدواج بکنه. پدر و مادرم به فدای تو. چی نداشتی مگه تو چی نداشتی که مردم دیوانه و شیدای تو نشن؟ تو کسی بودی که الله به جونت قسم خورد. تو کسی بودی که جبرائیل امین نوکر تو بود، خادم تو بود. تو چی نداشتی مگه؟ گفت مگه من چی دارم که با من ازدواج بکنم؟ نفیسه گفت اگر من یک نفری رو معرفی بکنم که هم مال داشته باشه، هم کمال داشته باشه، هم جمال داشته باشه، قبول میکنی؟ در جا فهمید. مال داشته باشه، جمال داشته باشه، کمال داشته باشه. تو مکه کمتر زنی پیدا میشه که همین صفات رو به هم داشته باشه. گفت خدیجه که نیست. گفت چرا؟ خدیجه هست. خدیجه؟ این همه سران و قریش رفتن پیشش، قبول نکرد. محمد رو قبول میکنه، یتیم عبدالله، کارگر دیروزش. خدیجه فکر میکنه محمد قبول نمیکنه، محمد فکر میکنه خدیجه قبول نکنه. فدای هر دو نام، هر دو عزیز، هر دو بزرگوار. نفیسه گفت بگذارش با عهده من میرم باش صحبت میکنم. گفت باش، برو باهاش صحبت کن. نفیسه رفت تا به خدیجه بشارت بده که خدیجه نگران نباش، بالاخره مرد آرزوهات پیدا شد. ادامهش باشه برای بعد. حرف زیاده برای گفتن. تا همینجا داشته باشیم موضوع رو. وقت تمام شد. برنامه بعدی انشاءالله خواستگاری دو بزرگ انسان تاریخ، بزرگ پیامبر الله متعال و ام المؤمنین خدیجه، چطور خواستگاری کردن، چطور ازدواج کردن، فضای خونه چطور بود، چطور با هم بودن قبل از نبوت، بعد از نبوت. باشه برای برنامه‌های بعدی. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تا برنامه بعد همیشه عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار.